وارد آپارتمان دوم میشیم. سمت راست مهمانخونه و هالو میبینیم. سمت چپ یک اتاق خواب هست. و همینطور که به سمت راست میچرخیم اتاق خواب دوم رو داریم. روبرو راهرو ورودی به آشپزخونه و سرویس و کنارش یک خواب دیگه خواهیم داشت. این قسمت پاگرد ورودی آشپزخانه است، حمام و دستشویی. با هم حمام رو دیدیم، حالا آشپزخونه. و سمت راست دستشویی. وقتی که از آشپزخونه خارج میشیم یک انباری در حقیقت اینجا وجود داره که میشه گفت یک کمده و توی این عمارت کمدها و دستدونهای بسیار زیادی هست که شما هر جا که هستید میتونید ازش استفاده کنید، چه توی اتاق خواب‌ها چه توی آشپزخونه ها. این مجموعه دارای یک سند بوده، بازسازی اسکلت بندی شده و الان که شما این ویدیو رو میبینید برای فروش گذاشته شده. بقیه توضیحات به شکل نوشته روی صفحه کامپیوترتون میتونید ببینید.